سلام، به دوره اصول حسابداری خوش اومدید. قرار ما هم فصول کتاب فوق‌العاده Principles of Accounting رو بررسی کنیم. نکته مهم اینه که قرار متن هر فصل رو اول به انگلیسی بخونم براتون و بعدش همون قسمت رو به فارسی توضیح بدم. اینطوری هم با اصطلاحات انگلیسی حسابداری آشنا میشید، هم مفاهیم رو عمیق‌تر یاد میگیرید. این اولین باره که چنین فرصتی ایجاد شده که شما میتونید با یک کتاب معروف جهانی آموزش ببینید و مستقیم ازش حسابداری رو به فارسی و انگلیسی یاد بگیرید. این فرصت خاص شما را چند قدم از بقیه جلوتر میندازه، چون این زمانی که برای آموزش دیدن خودتون میگذارید درهای یه دنیای جدید رو داره براتون باز میکنه. زبان حسابداری بین‌المللی انگلیسیه و اگه شما به زبان تخصصی مسلط باشید میتونید با شرکت‌های بین‌المللی کار کنید، فرصت‌های شغلی خیلی بیشتری داشته باشید و توی آینده دستتون برای پیشرفت و رشد خیلی بازتره. یه جمله معروفی هست که میگه بهترین سرمایه‌گذاری روی خودتونه. یاد گرفتن حسابداری از منبع اصلی و به زبان انگلیسی دقیقاً یکی از همون سرمایه‌گذاری‌هاه که نتیجهش توی آینده دیده میشه. این یه فرصت خاصه و من با افتخار متن رو در اختیار شما میذارم. امیدوارم ازش بهترین استفاده رو بکنید. اما اجازه بدید یه سری اطلاعات هم راجع به این کتاب بهتون بدم. کتاب معروف Principles of Accounting یکی از پرکاربردترین کتاب‌های درسی حسابداری توی دنیاست و معمولاً به عنوان منبع اصلی درس اصول حسابداری 1 و 2 استفاده میشه. این کتاب برای دانشجویان حسابداری، مدیریت، اقتصاد، MBA و حتی مهندسی صنایع مناسبه. ویژگی‌های مهم این کتاب اینه که مفاهیم حسابداری رو با مثال‌های ساده و کاربردی توضیح داده، تمرکزش هم بر چرخه حسابداری، ثبت اسناد و صورت‌های مالیه. تمرین‌ها و مسائل متنوعی هم برای یادگیری در اختیارتون میذاره. نویسنده‌های این کتاب یعنی بلورد ای نیدلز، مریان پاورز و سوزان ویکراسن از اساتید برجسته حسابداری توی دانشگاه‌های آمریکا هستند. این کتاب به طور گسترده داره توی دانشگاه‌ها و کالج‌های ایالات متحده و بسیار از دانشگاه‌های کانادا، اروپا و آسیا تدریس میشه. توی ایران هم جزء منابع پیشنهادی وزارت علومه و خیلی از دانشگاه‌ها دارن به صورت منبع کمکی یا مرجع انگلیسی برای درس اصول حسابداری این کتاب رو معرفی و استفاده میکنن. با این مقدماتی که گفتم توی ویدیوی بعدی میریم سراغ آموزش فصل اول کتاب Principles of Accounting.